مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. مادرم 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 مادرم. تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. زن از تو مادر از تو خواهر است. زن زر از تو زیور از تو زرگر است. السلام علیکم دوستان عزیز بیننده های شبکه ما. من امروز ما در دهه همیشه بهار، در دهه میرانقول، در آمد نوروز قرار داریم. امروز مادر مهربان، معلمه زبردست و البته یکی از آن زنهای فعال دهه که تا حال در خدمت مردم هستند پی بردید، الکی معلمه خالی قواران. امروز تبریک میگویم از نام فرزندان، از نام جگرمندانشان، همراه شمایان با هم ببینیم. تیار باشید، هفته در çıksam yanımdan bu benim onay. Bu benim onay. Sen tınmayan bir darım,
السلام علیکم مادران عزیز. السلام علیکم زنبانوان زیبای میرانکل عزیز. به حضور شنیتان استراحت کنیتان. امروز ما بسیار سخنهای گفتنی ها داریم برای معلمه عزیز، برای یکی از آن مخلصه های بهترین ما، زن فعال دهه میرانکل، معلمه خالقова. یکی قرصک زن می ارزدگی انسان هستند که شما تکلیف میکنیم. مرحمت خالقова نزدیکتر بیستیم. مهمانان به حضور شما ششته استراحت کنیتان. البته سخنهای تبریکاتی را یک جای شنویتان. مرحمت چینیتان مهمانان. معلمه عزیز آدرس مبارک، روز میلاد عمر را مبارک باد میگوییم. بگذار همیشه صحت سلامت در سر فرزندها دعاگو شده، همیشه شاد و خرم مانند گلهای چکره که بهار شکوفان است شکوفان شود. معلمه عزیز ما طولی چند ساله استاژ کاری دارند در مکتب انحمین میرانکل عزیز. 38 سال کار کردند. 10 سال زیاد همچون رئیس این مکتب شده کار کردن. حاضر هم من در خانه نشسته فعال زنهای میرانکل هستند که همیشه در روزهای خورسندی، در روزهای شادی مردم در خدمت هستند. معلمه عزیز هیچ وقت خسته نباشید. هر روز روز از روز جوان باشید. فرمودند اگر زندگی بهاری زندگی یک زیبایی باشد، شما هر بهار جوان باشید. روزی خورسندیتان را مبارک باد میگوییم. امروز از نام فرزندان عزیز، از نام بگزادکه، شیرزادکه، داستانکه، از نام 3 کلین نازنین، نبیره های شیرین شما را صدقاً صمیمانه تبریک میگوییم. گفتن ما که فرزند معلم هستیم، فرزند دهقان هستیم. البته معلم که مادر ما هستند، حالا مکتب نرفته در باغچه باشیم هم برای ما خط و سواد آموزاندند. طرزی در زندگی کردن را آموختند. همیشه دستگیری ما هستند تا حال. همه ما را صاحب معلومات عالی گردانیدند. مهنت حلال کردند. فقط مهنت کردند. پدرم باشند دهقان، مادرم باشند معلم. ما فخر میکنیم که فرزند این خیلی انسان‌های خاکسار و صمیمی هستیم. روز خورسندیتان مبارک باشد. البته پدر جانم همینجا سیفالدین احمد، مرحمت نزدیکتر میستیم. السلام علیکم. من از یعنی من نزدیکتر بیم. السلام علیکم. شما نه صحت سلامت. سیفالدین احمد من امروز زادروزی معلمه ما، زادروزی خالقова بوده است. شنیده فهمیده آمدیم. از نام فرزندان عزیز، از نام شما تبریک میگوییم. بگذار یک جای دم پیری و دولت پیریتیت برای هر دوی شمایان. خدا کند که 120 ساله شوید. همین سالهای نزدیک به حاجی بابا، حاجی آنه شده. در همین مابین کوهستان یک حج آشی کلان شود. آمده شمایان را تبریک کردن نصیب کند. امروز معلمه از نام علمین 3 پهلوانی که قنات شما هستند، شاهزادان خاندان هستند، برای شما میگوییم باز از دل شعر میگویم برای مادرم. باز از دل شعر میگویم برای مادرم. از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهر بیمانند او را سالها پرورده ام. مهر بیمانند او را سالها پرورده ام. می نهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم. چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. پند او را تا ابد در یاد می دارم نگاه. از ضمیر قلب می آید صدای مادرم. کاروانی زندگی با راه عالی می رود. کاروانی زندگی با راه عالی می رود. می برد سوی مرادی دل ندای مادرم. امروز معلمه چخیلی که فرزندان عزیز گفتند ما را در زندگی پدر که مهنتی حلال میکنند، مادر که مهنتی حلال میکنند فقط برای راستی و حلالی آموزاندند. هر بار سخنهایشان را میشنویم
ندایشان را میشنویم، هر یک گفتنی هایشان را میشنویم. البته آرزو میکنیم که هر یک آرزوهای مراد دلشان را در این پیری ما اجرا کنیم. آن یک شب زحمتی که مادر میکشد 100 سالها ما کار کنیم و 100 هزاران آن زر و زیور را بیاریم کم است، چرا که مادر مهربان است. شبها در سر بالین ما نشسته الله های ناز میخواندند، چقدر که معلمه باشند آوازی زیبا که الله میگفتند، هر بار آن الله ها را یاد میکنیم. میرسد فارم و گوشم الله های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم، روزه و رضوان جانم در نگاهی گرمی اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. مادر عزیز روزی خورسندی مبارک. این بینید که بعد از ایدی بانوان پیش از آمدی ایدی بین المللی بین المللی نوروز زادروزتان بوده است. الان خیلی روزهای خورسندی و ما خورسند هستیم، شما را تبریک میگویم. سیفالدین نمک 8 مرتبه گلدسته پدرکه کدید نمی امروز عربی گلدسته کلان از نام سیفالدین نمک مهمانان قرصک زنیم میسپاریم. زاد روزشان مبارک باشد. و البته برای هم پدر هم مادر، برای امروزه والدین خاندان در روی دنیا هستند و کتاب قیمت بهاترین که برای ما فرض است کتاب قرآن را تحفه می‌سازیم. مبارک باشد. برای مادر عزیزی خاندان، زر و زیوری هستی فرزندان، چقدر تحفه ها کنیم کم است و ارزنده و زیبنده. مادر جانی عزیز از نامی 3 گل عروس نازنین خاندانتان برای گنرال قینانه میگوید نه، برای مادر جان عزیز انگشترین طلا آماده کرده. وقت قرصک میزنیم پیشکشی مادر میکنیم. مبارک باشد. در چیکسم yanımda mutrak yotgan mu'mining onam mu'mining onam زادروز مبارک. istagining chorasini topgan menga tosh otgan jonini otgan dar cheksam yonimda mutrak yotgan mu'mining onam mu'mining onam tinsa tinmagan begorim bu shoh jonimga madorim yolg'izlik omali bahorim bu mening onam bu mening onam. مبارک باشد. زادروز مبارک. روزی خورسندی را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. البته پرترید عکس‌های خاطربان عائلوی همراهی نوه‌ها و فرزندان برای مادر جان عزیز. مبارک باشد. Keyin qanday yashab boshni eksam men bormanki mehr kutmas boshqadan bu mening onam bu mening onam ustimsa tinmagan bedorim bu shoh jonimga madorim yolg'izlik olali از روی بگزادکر، شعر زادکر، داستانکر شما را تبریک بگویم. مبارک باشد. مادر مهربان. حرفی بزن که تشنه لالاییم من که جان میدم برایت همدم تنهاییم من همیشه کودکم آغوش تو جای من است من اگر خوبم دایت پشت دنیای سیگار در سال گرمت میزنم شاه دلم با حضورت خانه
روشن میشود ماه دلم هرچی میخواد دلم پیش تو پیدا میشدم این همه خوبی چجوری در دلم جا میشود مادر همه جانم زنم شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودن مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم دلیل زنده بودنم مادرم جانم فدای چهره معصوم تو هرچه میخوایی بگو من نه نمیگویم به تو شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم دلیل زنده بودنم مبارک باشد زادروز مبارک مرحمت مهمانان به حضور از جایهای خود میگذاریم حاضر ما برای پدر مادر عزیزی خاندان برای امروز معلم خالق و سیفالدین عمک شیرینی تیار کردیم تارتور پیش شما نزدیکتر میبریم مرحمت مبارک باشد Все быстрее, стали звезды на год взрослей, лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря, не зря в день рождения собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. مبارک باشد
حکومت زادروز مبارک، روز خورسندی رو مبارکات میگیم. تشکر. مبارک باشد. مطلوب حضور میشینیم ما باشد یک تا سخنهای تبریکاتی رو میشنویم. چرا که برای هر یکی شمایان نیز برای ما معلوم است اولاد کلام رحمت ها، اولاد کلام خالق ها بسیار هم هر یکی آنها خواهران صاحب معلومات عالی معلمه ها هستند. میخواستیم سخنهای تبریکاتی رو شنویم. شد میمان جو تبریک کنه مرحبا. مملکت ما زن زنان است. مملکت ما زن زنان در خدمت خلق خودکش چکان ای خودک نورم بکدکی وظیفه کد یا رکت فرزندکوت نگاه میکنی با چشمان مستک. خواهر مهربان من برای فرزنداش مادر مهنتکش، برای شوهرش ولی وفادار، برای فرزندان خلق استاد مهربان، برای محله راهبر راهنما است. من با این خواهرانی از گوهر قیمت بهای خودم فخر میکنم، چون که اینها مهنتی فقط خدمت خلق کردگی است. از دست اینها چند شاگردان از اون شاگردان خلقها بهره مند میشن. برای همین هم یک حرف یاد دادگی معلم 70 تا ثواب داشته است. برای آقای پدر و مادر همه وقت منتداری میکنم، چون که پدر من 9 فرزند خانواده معلومات عالی کنندگی است. همه ما با مهنت حلال خود صاحبی علم شدگی هستیم، دانشگاه داخل شدگی هستیم. یکی از خواهری من رحمت صباحت در محله آهلیک همه خیلی حرمت میکنم. من همه خیلی از محله آهلیک منتدار هستم. استاد، معلم، مادر، خلق آهلیک همه خیلی حرمت میکنم، چون که در مرکه ها رفتن من دیدم. چون که ما از آهلیک بسیار استادان مهربان داریم که روی اوراق آنها دائما شاد کردند. بار دیگر میگویم الهی خوش پیر شود خواهر مهربانان صاحبه که حضوره که فرزنده کاش بیند خیلونه کاش بیند. باز یک زادروز دیگر از فرزندی من نوریدین جان امروز به سن 42 در آمده و حاضر در حاضر خاطرم برمندم شهر خدمت کرده گشته پرتغال یابنه های الهیم عمرکش دراز شود. ساغ رفته است جمعی خلق فرزنده خوش که ساغ رفتن سلامت تکک داد باید به قطار فرزنده که خلق ساغ سلامت تکک بیاد الهی. برای دقتتون رحمت رفیقانی عزیز خوش آمدتون نوری دیده تاجیکستان. رحمت اولا از نام شمایان با این سخندان سخنگوی فرزند مهربان عالی رحمت ها تشکر ها گوییم که همه وقت در خدمت و حاضر و ناظر هستند. ایره حضور بچه کاش بیند خدا، پدر و مادرش حضورش بیند الهی، عمرکای دراز بیند کیلون کند داماد کند الهی. همه وقت ساق سلامت در خدمت که خلق همه خودون شما اقوایم پیرکی بطاوله شوی همه خودون. مالک عزیزم درود مبارک باشد. سر بند را الهی فقط حرک بچه کن و سایگون میکنه یا رکبت خوشه پیش شده.
السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. شتوری که به شمایان معلوم است سبب های امروز نشستیم و خواهرک عزیز مملکت‌های میگوشند. شخصا از نام خودم، شخصا از نام اهل و اولیای رحمت و این مملکت‌ها را به این روز و فیروز نکشان تبریک و مبارکباد نموده به اینها عمری درازی چون کوههای ملاقل مستحکم آرزومنده. من میخواهم که اینها با صحیح پاچم خوش پیر شود، صد بدران عمرکشان دراز شود. الهی هماتون خوش اومدید. زن اگر آتش نمیشد خام مونده ما، نارسیده باده در جام مونده ما. زن اگر ما را نمیبخشید عمری بردوام، بی تخلص بی نسب بی نام موندن ما. خواهرک عزیز زاد روزت مبارک باشد. در سرک فرزندانی که با مهنت کرده با مشقت کرده خواننده صاحب کسب کار کردی حضور حلاوتی فرزندکات کل نکات بینیلی مکرد نبیرکات ایلیم خود همه خیلی فرزندکات سایبونی کرده گرده ایلیم مکرد. سری سبزت همیشه در امان باد، دلت در زندگانی کامران باد. نصیبی تو همه شادی دنیا، غمی عالم نصیبی دشمنان باد. ای خواهری جان زاد روزت مبارک باشد، پیشک قدمت نبیره های عبیره هایت قطارک باشد. عمرک دراز شود. همین بچه من عمرکش دراز شد. رحمتی کلام برای قسمت توی کرده که تو رحمت کلام. رحمت تشکر میگویم. روزی خورسندی مبارک. حاضر معلمه از دانکش هم مغز شیرین میگوین منه سیاه چشمکان میخواهند شما تبریک گویند. مرحمت. صد جان دل فدایی یک مرده های مادر، صد کوکشایش آرد دست دعای مادر. السلام علیکم مهمانان عزیز. امروز زادروز مادر کلان عزیزم شده استاده است. من اهمین استفاده برده مادر کلانم را تبریک و مبارکباد می نمایم. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز زادروز مادر کلانم شده ایستاده است. من مادر کلانم را از نام خودم و از نام اهل عائله ام از تحت دل تبریک و مبارکباد می دهم. صحت سلامتی عمر دراز می طلبم. مادر کلانم الها در سر فرزندانشان و در سر نبیرگانشان صاحب و سلامت باشند. من مادر کلانم را باز از تحت دل تبریک و مبارکباد می دانم. پسر رو قدر مادر دان که دائم، کشد رنجی پسر بیچاره مادر. بیرا پیش از پدر خواهد که خواهد، تو را پیش از پدر بیچاره مادر. زی جان محبوبتر دارد که دارد، زی جان محبوبتر بیچاره مادر. نگهبانی کند 9 ماه و 9 روز، تو را چون جان ببر بیچاره مادر. رحمت تشکر میگویم. من در اینجا که پادشاه ها قطار شده ایستاده ایم. شما خالی خوبه یک برای 3 کلینی خود نه، برای تمام عروسانی انوین مردم میرانکول، البته مادر عروس گنرال قینانه هستند. همیشه در روزهای خرسندی در روزهای شادباشی مردم در خدمت هستند. مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی. خوش آمدید به درگاهی مولا مکان. من امروز زادروزی بی مولام شده ایستاده است. من اهمین فرصت فایده‌گیری کرده از نام التونام، از نام اکام، از نام داستان و نبرها و بی مولام صحت سلامتی عمری روان هیچ وقت درد نبینم، غم نبینم، در سر ماهات ساق و سلامت کردم. خوش آمدید شمایم. داریم 100 ساله شد. بدون احساس که اثبات میکنه روزی. تشکر میگیم. البته روزی خورسندی مبارک. نوبت رو با رقص و بازی دیگه یک جای خورسندی کرده امروز زادروزی ما را با یک درجه اعلا میگذارانیم. شوخ برای شمایان به رقص خورسندی میکنیم.
میدانم دوای چشمم تو شدی در تو دوای چشمم یادی بینم رهای اشکم تو بودی سر گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی تو یار بیا نالتونم نمیشه همدم بودم همیشه بگید نازاره دوان بپیشه نالتونم نمیشه دلدار بیا دلم رو بودی تو یار بیا نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا موزیکه به یاد تو هر شب تا صبحی ردیسم جای تو قدم پای عزیزم جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دیدار من مهتاب خوشگل شبای من جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دیدار من مهتاب خوشگل شبای من نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب آسوبی ندیسم جای تو قلبم پای عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من رفتینم پیش خدا از تو شکایت کردم دست چه دونم دارم هر شب تو را میخوندم تو من دارم میگفتی که بهار میموندم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من بله بله مورد باشه
سلامت باشه معلمه. روزای نغز ببینیم. هم خیر روزای خورسندی با ماده سیفی نمک شما هم تبریک کردن گیریم. سلامت باشه. من بیننده های عزیز امروز در خانواده سیفی نمک در این آب و هوای بهارانه مهمان شدیم. معلمه عزیز خالق را در جشن زادروزشان تبریک کردیم و همراهی شمایان به هم دیدیم. بگذار این خیلی انسان های نکو، این خیلی انسان های خاکسار که همیشه در خدمت مردم هستند زیاد شوند و همراهی شمایان آماده تبریک کرده خرسند کردن نصیب کند. با ما باشید با شبکه شهنان. رحمت برای شمایان. سلامت باشید.